بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و رحمت الله بر شما روزداران عزیز. ما داریم کم کم به روزهای عید نزدیک میشیم. 3 یا 4 روز دیگه عید دیگه انشاءالله، کم و بیش. عرض به حضورتون که و رفت آمد می‌داریم دیگه عید، میریم به دیدن فامیلا. اینا چی هست این رفت آمد؟ در این باره میخوام عرض کنم خدمتتون. کی دوست داره عمرش زیاد نشه؟ به من بگید. کی دوست داره که پولدارتر نشه؟ به من بگید. هر کس دوست داره پولدارتر بشه، هر کس دوست داره که عمر زیادتری داشته باشه. پیامبر فرمودن که هر کس که دوست داره عمرش زیاد شه، هر کس که دوست داره پولش زیاد شه، با فامیلای خودش رفت آمد کنه. خوب توجه کنید. کار به این سادگی، هم فال هم تماشا. رفت آمد که کار خوبیه دیگه، تفریحیه، میشین آدم میگه میخنده. نه فقط رفت آمد، که به همدیگه نیکی کنید. بذارید قبل از اینکه از آمریکا و شوروی شروع کنم، از مردم افغانستان شروع کنم که قومی در اونجا هست که ببینید چطور رفت آمد انسان رو موفق میکنه. قومی در اونجا هست که بهش میگن هزار بز. اینا همشون پول دارن، تو اینا فقیر وجود نداره. اگر یکی از اینا تو تجارت شکست بخوره، هم کار میکنن، بقیه کمکش میکنن، دوباره سر جاش وامیسته. همه با هم متحدن، با هم رقابت ندارن، حسد نمیکنن. یکی از نتایجی که دیدم، اولا که زندگیشون خوبه دیگه. جالبه که در پاکستانی‌ها که مثلا افغانا رو بالاخره حساب نمیکنه، مثل ایران دیگه. افغانا در پاکستان هم زیاد براشون به اصطلاح ارزش قائل نیستن، چون که مهاجر هستن. ولکن این قوم رو خود دولت به اینا چی میده؟ همین سازمان اطلاعاتش به اینها پناهندگی نمیده، به اینا کارت شناسایی میده، چون همشون پول داره، میفهمن که برای کشور پول میاره. ببین رفت آمد به اینا چی داد؟ عزت داد. عزت دیگه که خود دولتش میگه بیا بگیر. من یادم میاد یه وقتی برعکسش حسادت ما داریم. اونایی که دارن، آقا عموش پیشرفت کرده، برادرش پیشرفت کرده، حسودی میکنه. بعد بخون که پیشرفت کنه میگه برادر فلانیه. آره برادر من رئیس جمهور باشه، خب این افتخار برای من هست یا نیست؟ مثال دارم میگم. پول دار باشه افتخار برای من هست یا نیست؟ ما این نمیدونیم کوتاه فکری رو بعضیا چرا داریم. خدا به من رحم کنه و همه شما. ببینید یک بار من در زندان بودم، مظلوم 3 ماه و 22 روز، هیچ وقت یادم نمیره. در این زندان آدمای مختلفی رو دیدم. ایدئالوژی پاکستان بود. اینا یه 3 تا روسی هم زندانی بودن. تازه شوروی از بین رفته بود. یک هواپیما رو روسا دزدیده بودن، آورده بودن در شهر کراچی. باز وقتی که پیاده شده بودن، این به گفته این 3 نفری که زندانی بودن روسا، 3 نفر با ما زندانی بودن. گفت وقتی که اینا پیاده هواپیما رو بایا گفتن که کی میخواد پناهنده بشه با ما بیاد. میگه ما هم گفتیم پناهنده بشیم دیگه. تازه روسیه میگه به هم ریخته بوده. الان شوروی میگه که آخری روزاش بوده. میگه اومدیم پایین، میگه ما رو دولت گرفته، ما رو میگه شما هواپیما رو با هستیم. میگیم بابا ما نیستیم، ما پناهنده. میگه ما رو زندانی کرده. خلاصه این اشیاء جالب نیست. جالب این است که اینو به حبس 20 ساله نمیدونم چند ساله داده بوده. باز اینا براشون ملاقات میومد. برای من تعجب میکردم که برای اینا دیگه کی ملاقات میاد. گفتیم کی ملاقات شما میاد؟ گفت برای ما ملاقات ما همین سفیر کنسول چی میاد؟ روسیه. میگه سر من عصبانی بود که چرا لباست تمیز نیست. نگاه کن. زندانی که مجرمه به اصطلاح. میگه گفتم با شما چیکار میکنه؟ میگه هر ماه به ما پول میاره که ما اینجا زندگی خوب داشته باشیم. اینو میگن دولت. کمونیستی هم بوده ها، تازه از بین رفته بوده یا نرفته بوده، یادم هم نمیاد سال چند بود خدایا. بله از بین رفته بود روسیه، شوروی. خب فکر کن زندانی خودش عزت میکنه. عزت با عزت میگه زندگی کن. همین آمریکایی‌ها بعضی گدایی میکنن، گدایی. اما چون مملکتش پیش گدایی به معنای واقعی میگه یه کوارتر بده، 25 سنت بده. ولی وقتی میاد تو کشورهای ما میگیم که آمریکایی اومده چون پاسپورتش ارزش داره، آمریکا ارزش داره. واقعا به افراد خودش ارزش میده. چرا شما یک فرانسوی رو در هر جای دنیا باشه که ولو که اصلا از جزء به اصطلاح عقیده‌ش هم نباشه، کمک میکنه. مردم الان ما از هزار بز افغانستان گفتیم، این همین کار آلمانی‌ها میکنه. هیچ فقیر نداره، هر کسی که باشه کمک میکنه. انگلیس‌ها میکنه. صله رحمی همینو میگن، روابط همینو میگن.
پیامبر فرمود که هر کس این کارو بکنه پولش هم زیاد میشه، عمرش هم زیاد میشه و این متاسفانه در کشورهای غربی، حالا ما صدق میکنه زیاد دور نریم خود ما صحبت کنیم. با فامیلا رفت آمد کردن میتونه نگید وقت تلف کردنه، وقت تلف کردن نیست، به نیت ثواب. اولا که ثواب یکی از بهترین کاراست صله رحمی. دوم شما وقتی مثلا دعوت میکنی به مهمانی صدقه حساب میشه برات. اگر روزه باشه که نور علی نور است افطاره، اگه بیمار باشه که باز برات یک ثواب دیگه داره. غیر از اون رفت آمد میکنید روحیتون خوب میشه. هیچ وقت جای اینا این دوره ما الان موبایل اومده و نمیدونم اینترنت و تلویزیون و اینا جاشو نمیگیره آقا. خصوصا وقتی که به مهمونه هم دیگه میرید یک آدابی بذارید که اینو ببندید. یه بار رفته بودم خونه یک دوستای مصری بودن، دوستای ما بود. همین که داخل شدم سلام کردم، میگه ساکت. چرا ساکت بابا؟ داشتن حرفای پتروس غالی رو گوش میکردن همشون. با چی بابا جان چه رفت توی مجلس نشستی، برو تو خونت گوش کن. توی یک مجلس با همدیگه موبایل‌ها رو ببندید و با همدیگه رفت آمد کنید. متوجه هستید؟ قانون بذارید برای خودتون. یکی از کارهای دیگه‌ای که شما میتونید انجام بدید که اونم به نظر من جزء صله رحم میاد، عروسی‌های خانوادگیه. این دروغ به شما میگه که نمیدونم، بلکه از به نظرم از بالاترین چی است. اگر مثلا مشکلی نیست در همسان بودن در چیز دیگه، ازدواج فامیلی خوبتر از ازدواج بیرون از فامیلیه و هیچ ضرر هم نداره. پسرمو و دخترمو اینو دروغ میگن. ها در یک صورت ضرر داره که اینها در کوچیکی با هم شیر خورده باشن. هیچ جایی چی تحقیق علمی ما نداریم. اگر توجه نکردن در شیر دادن شیر خوردن خب نکنید عروسی. اما اون خانواده‌ای هستید که توجه کردید پدر مادرها زنده هستن در کوچیکی که اینا با هم شیر نخوردن. به قول پدر بزرگ ما، حالا مرده تا پدر بزرگ مادری ما میگفت که نون در خونه باشه، در سر سفره باشه، آدم چرا سر سفره دیگه بره؟ خب صله این یکی از بهترین صله رحمی است دیگه. و به نظر من که از چیزهایی که به اصطلاح به نظر من، حالا شما اگه بخواید قبول نکنید، از چیزهایی هست که عرضم به حضورتون که ثواب داره، علاوه بر این که عروسی هم هست، از باب صله رحمی است. و این حرف شیاطین قبول نکنید که میگن که آقا عروسی فامیلی ضرر داره، یا حرف نمیگم حالا همه شیاطین هستن، کسایی که آگاهی ندارن. هیچ چنین چیزی نیست، گفتم هیچ تحقیق علمی نیست. و بازم حالا شما میتونید برید چی کنید، حالا که ما آزمایش هم میکنن دیگه، آزمایش کنید. ولی اینکه عموما میگن ضرر داره، این اصلا گناه هم داره که بگید، به خاطر اینکه ضرر اولا نداره و محال است که خداوند قانونی بذاره که اون ضرر داشته باشه. لذا توجه کنید که این نکته خیلی مهمه. و عرضم به حضور شما که یکی از بهترین در حدیث هست که کسی که صله رحم میگه بلند میشه، میگه خدای من شکایت میکنم از تو، من شکایت میکنم به تو، معذرت میخوام به تو از قطع رحم، که میگه مردم رفت آمد نکنن. الله میفرماد که هر کسی که رفت آمد نکنه منم قطعش میکنم. قطعش میکنم یعنی دیگه در زندگیش برکت نیست، فایده نیست. ببینید داشتن فامیل به اصطلاح که متشخص باشه یا فامیل خوب باشه، بر خود آدم هم فایده داره. حتی که آدم نداشته باشم، اول برنامه گفتم که تو فامیلت مثال آدم خوبی باشه، آدم مشهوری باشه، آدم پولداری باشه، آدم عالمی باشه، آدم متشخصی باشه، خیری باشه، ولو که به تو فایده هم نرسونه، همین که فامیل توست فایده است. لذا بس این برای همدیگه خیر بخوایم و خیر در صورت خواسته میشه که رفت آمد کنیم، محبت پیدا میشه. نه با سلام و با رفت آمد محبت پیدا میشه. و این حرف رو هرچند که من ساده گفتم، ماه رمضان است، روزه هستیم و نزدیک های افطار، خسته هستم، نمیتونم خوب صحبت کنم، خصوصا که امروز هم گرمه. ولکن حرفی که بهتون زدم خیلی حرف مهمی است و حرف من نیست، حرفی است که حضرت محمد فرمودن. الله به من و شما توفیق عمل بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آمین یا رب العالمین.